این نقشه ایرانه. تو این نقشه جاهای زیاد رو میشه دید. جاهای دیدنی و بکر مثل جنگل‌های شمالی که توی یونسکو هم به ثبت رسیده. جنگل‌های زیبا و با شکوه هیرکانی. و حالا میرسیم به معروف‌ترین منطقه طبیعی تو شرق ایران. داغ‌ترین جای دنیا، کویر لوت. دشت لوت وسعت زیادی نداره. 51800 کیلومتر مربع وسعت این دشته. تو دنیا 33مین دشت بزرگ به حساب میاد. بیایید اول ببینیم اسم این دشت از کجا اومده و به چه معناست. لوت یک لغت فارسیه به معنی برهنه یا تشنه. البته به دشت لوت، چاله لوت، کویر لوت و بیابان لوت هم میگن. ولی درست‌ترینش بیابان لوته. این بیابان تو یونسکو هم به ثبت رسیده. بیابان لوت اولین اثر طبیعی ایرانه که در یونسکو به ثبت رسید. این بیابان که همه فکر میکنن همیشه بیابان بوده، اینجوری نبوده. یکی از قدیمی ترین تمدن‌ها در کنار این بیابان حضور داشته که شاید بشناسیدش. تمدن شهر سوخته. این شهر باستانی در حدود 5500 سال پیش، یعنی در دوران برنز شکل گرفته. تمدنی که اینجا وجود داشته مربوط به ایران پیشا تاریخه. تمدن شهر سوخته با تمدن‌های میانرودان مثل سومری‌ها هم دوره است، اما یکی نبودن. آثار باستانی که در شهر سوخته پیدا شده نشون میده این تمدن چقدر پیشرفته بوده. مثلا میشه گفت اولین انیمیشن دنیا اینجا ساخته شده. کوزه‌ای که روش نقاشی کشیده شده و وقتی میچرخونیش تصویرش عوض میشه. باستانشناسان وقتی این کوزه رو بررسی کردن متوجه شدن که عمر اون به 3178 سال پیش برمیگرده. یعنی حدود 5200 سال پیش. این کوزه در حال حاضر تو موزه ایران باستانه. تو این منطقه یک جمجمه پیدا شده که نشون میده رو مغز اون شخص عمل جراحی انجام شده. نمیدونیم که عمل جراحی موفق بوده یا نه، ولی این مهمه که 5500 سال پیش مغز رو شکافتن و جراحی کردن. خیلی از باستانشناسان معتقدن این اولین جراحی مغز دنیاست. تو یکی از قبرهای شهر سوخته اسکلتی کشف شده که متعلق به یک زنه و جالبیش اینه که روی این اسکلت یک چشم مصنوعی بوده. یعنی چشم بیمار خراب شده و یه دونه چشم مصنوعی گذاشتن جاش که زیبا باشه. این چشم مصنوعی از قیر ساخته شده بوده. جالبه که بدونید اولین تخت نرد دنیا تو شهر سوخته کشف شده که شباهت زیادی به تخت نردهای امروزی نداره. برای همین یک سری از مورخین میگن این اولین تخت نرد دنیاست. یک سری دیگه شون هم میگن نه، این اولین بازی رومیزی دنیاست که هم تاس داشته هم مهره های بازی. تا حدودی تمدن شهر سوخته رو شناختیم. دوباره یه مقدار بریم اونورتر تو بیابان لوت. رکورد گرما در دنیا متعلق به این بیابانه. در سال 2003 ماهواره آکوار که متعلق به ناساست وقتی داشت در مورد آب و هوای کره زمین تحقیق میکرد متوجه شد که بیابان لوت گرمترین نقطه زمینه. اونا 70 درجه بالای صفر رو تو این بیابون به ثبت رسوندن. خود ناسا اعلام کرد که اینجا داغ‌ترین منطقه دنیاست. بعضیا معتقدند که دره مرگ در کالیفرنیا داغ‌ترین منطقه دنیاست. در صورتی که اصلا اینطوری نیست. بالاترین دمایی که توی دره مرگ به ثبت رسیده 56 درجه سانتیگراد بوده. اونم در سال 1913. بعد از اون دیگه هنوز به اون رکورد نرسیده. بیابان لوت داغ‌ترین جای دنیاست. حالا چرا این بیابان انقدر داغه؟ دلیل اولش سایه بارانه. یعنی کوه‌هایی که اطراف اینجا قرار گرفته اصلا اجازه نمیدن که یه ذره ابر بیاد روی این بیابون. و همین باعث میشه که اینجا به شدت خشک باقی بمونه.
یه دلیل دیگه ای که این بیابان انقدر داغ میشه رنگ تاریک شنها و سنگ هاست. سطح این بیابان بیشتر با سنگ‌های آتشفشانی پوشیده شده که رنگشون تیره است. همون کوه‌هایی که دور تا دور این بیابونو گرفتن اجازه بیرون رفتن گرما رو هم نمیدن و یه جورایی گرما رو اینجا نگه میدارن. از طرف دیگه اگر به سطح فلات ایران نگاه کنید، وقتی به بیابان لوت میرسیم میبینید که مثل یک چاله میمونه و از اطرافش گودتره. یک منطقه داغ وقتی چاله هم باشه گرمتر میشه، یعنی با توجه به شرایط کوههای اطراف گرمش تو این چاله باقی میمونه و خارج نمیشه. بزرگترین ناحیه جمعیتی بیابان لوت شهر شهداده که در استان کرمان قرار گرفته. دشت لوت یکی از شگفت انگیزترین عوارض بیابانی دنیاست که جاذبه های زیادی داره. بزرگترین شهر کلوخی جهانه. منطقه کلودها در لوت از دور مثل خرابه های یک شهر بزرگ میمونه که بهش شهر خیالی یا شهر لوت هم میگن. از دور مثل یک شهر دیده میشه، ولی وقتی نزدیک میشی میبینی نه، عوارض طبیعیه. مرتفع ترین تپه های ماسه‌ای دنیا در لوته که بلندترینشون 480 متر ارتفاع داره. 40 تا مخروط آتشفشانی باستانی در لوت وجود داره. بزرگترین نپکاهای جهان توی لوته. گیاهانی هستن که توی این حرارت شدید دووم میارن و شگفتی میآفرینن. دشت‌های ریگی یا هامادا از دیگر جاذبه‌های لوته. دشت لوت یکی از زیباترین و نایابترین مناطق جهانه. نظر شما در مورد این کویر چیه؟